به نام خدا، من علی رستمی هستم و با یک آموزش دیگه از وبسایت هایسک همراه شما هستیم. در این ویدیوی آموزشی قصد داریم تا به شما نحوه پابلیش کردن یا همان انتشار یک اپلیکیشن یا وبسایت رو بر روی اینترنت از طریق فایروال فورتیگیت آموزش بدم. وبسایت یا همون وب اپلیکیشنی که ما قصد انتشار اون رو داریم میتونه هر چیزی مثل وبسایت داخلی سازمان، وبسایت عمومی یا هر نوع سامانه وبی باشه که شما مایل باشید اون رو به صورت عمومی و در اینترنت در معرض دید قرار بدید. برای این منظور من یک سناریوی تست در شبیه ساز EVNG آماده کردم که شامل یک فایروال فورتیگیت، یک سویچ داخلی و اینجا هم یک ابری رو در نظر گرفتم که در واقع این همون وب اپلیکیشن مد نظر من هستش که سمت داخل سازمان من یا داخل مجموعه من وجود داره. این طرف هم یک ابر شبیه ساز اینترنت رو در نظر گرفتم و در نهایت یک کلاینتی که در سطح اینترنت وجود داره و ما میخوایم از طریق این کلاینت و از طریق در واقع فایروالمون بتونیم که این وب اپلیکیشن خودمون رو در سطح اینترنت پابلیش بکنیم. اما این آی پی هایی که اینجا در نظر گرفته شده که از رنج 25 هست، شما اینها رو به عنوان آی پی های ولید در نظر بگیرید که من آی پی 140 اون رو به فایروال خودم به عنوان آی پی پورت ونش یا همون پورت 3 که اون رو به عنوان پورت ون در نظر گرفتم اختصاص میدم و آی پی این کلاینت اون هم 139 هست. در اینجا قرار هستش که این کلاینتی که با آی پی 139 اینجا مشاهده میکنیم بتونه به آی پی ولید من درخواست HTTP یا HTTPS بزنه و در نهایت فایروال من بتونه اون وب اپلیکیشنی که من سمت داخل خودم دارم رو بهش نشون بده. برای این منظور لازم هستش که یک سری تنظیمات رو توی فورتیگیت انجام بدیم. این فورتیگیت من هستش که مشاهده میکنید من از پورت یکش به عنوان پورت منیج یا همون دسترسی خودم استفاده کردم که در اینجا هم مشاهده میکنید. از پورت دوی اون به عنوان پورتی که متصل هست به شبکه لن خودم استفاده میکنم. آی پی صدرسی رو روی پورت 2 قرار دادم و آی پی وب اپلیکیشن خودم رو هم 155 قرار دادم. این وب اپلیکیشن شما همونجور که گفتم میتونه هر چیزی باشه. حالا من اگه بخوام که به شما نشون بدم، این وب اپلیکیشن من در واقع یک DVWA هست، یک وب اپلیکیشن تست هستش که من اینجا اون رو قرار دادم و میخوام از بیرون به این دسترسی داشته باشه. خب بریم سراغ کانفیگ موارد لازمی که توی فورتینت وجود داره. اولین چیزی که ما بهش نیاز داریم این هستش که ما باید بیایم اول توی قسمت پالیسی اند آبجکت و یک ویرچوال آی پی برای این منظور تعریف کنیم. گزینه کرییت نیو رو میزنیم و ویرچوال آی پی رو انتخاب میکنیم. یک نام برای این ویرچوال آی پی مون در نظر میگیریم. فرض بکنید من نام همون سامانه وب خودم رو میخوام قرار بدم که در اینجا نامش DVWA هست. اگر دوست داشته باشید میتونید براش کامنت هم در نظر بگیرید. گزینه اینترفیس مشخص میکنه که شما این سامانه وبتون رو روی کدوم اینترفیس میخواید در دسترس قرار بدین. من ترجیح میدم اون رو روی اینی قرار بدین و اینترفیس خاصی رو براش مشخص نکنید. در قسمت تایپ هم بهتر از گزینه استاتیک نت رو فعال بکنید. در بخش اکسترنال آی پی ادرس رنج شما باید آی پی ولید خودتون رو بزنید که در اینجا طبق این سناریو آی پی ولید ما 25 25 25 140 هست. اما در قسمت مپد آی پی باید شما آی پی واقعی وب اپلیکیشن خودتون رو وارد کنید که طبق سناریوی ما 155 هست. گزینه اوکی رو میزنید. پس من اینجا اومدم و یه ویرچوال آی پی با این مشخصات تعریف کردم که در واقع میاد میگه هر کسی به آی پی 140 من درخواست زد، درخواستش رو مپ کنه روی 155. مورد بعدی که باید تنظیم بشه فایروال پالیسی هست. از همین قسمت پالیسی اند آبجکت گزینه فایروال پالیسی رو انتخاب میکنیم. با زدن گزینه کرییت نیو اقدام به نوشتن پالیسی جدید میکنیم. این پالیسی قرار هستش که دسترسی کلاینت هایی که توی سطح اینترنت هستن رو به وبسایت داخلی من بدم. نام اون رو به دلخواه انتخاب میکنیم. در بخش اینکامینگ اینترفیس باید پورت ون خودم رو که آی پی ولید من روش هست انتخاب بکنم. در بخش outgoing شما میایید و پورت لن خودتون رو انتخاب میکنین. در قسمت سورس
بهتر است یک گزینه آل رو انتخاب بکنید، یعنی اینکه هر کسی با هر آی پی توی سطح اینترنت بتونه وبسایت من رو ببینه. مگر اینکه شما بخواید یک سری سورس های خاص بتونن وبسایت شما رو ببینن که در اون حالت نیاز هستش که شما بیایید اون آی پی استاتیک های مد نظرت رو به صورت آبجکت در فایروال تعریف میکنید و اینجا به جای گزینه آل برید و اون آدرس ها رو انتخاب کنید. در قسمت دستینیشن هم نیاز هستش که ما بیایم و اون ویرچوال آی پی که ساختیم رو انتخاب بکنیم. اما بخش مهم کار بخش سرویس هست که اگر به عنوان مثال وب اپلیکیشن شما مثل همین مثالی که من دارم روی پروتکل HTTP سرویس میده گزینه HTTP و اگر HTTPS رو هم داره میتونید گزینه HTTPS رو هم انتخاب بکنید که فعلا من فقط همین HTTP رو انتخاب میکنم. مود اینسپکشن اون رو هم در مود پراکسی قرار میدم و نکته مهمی که اینجا وجود داره این که شما باید در این حالت گزینه نت رو غیر فعال بکنید. دلیل اون هم این هستش که اگر خاطرتون باشه توی تعریف ویرچوال آی پی و در قسمت تایپش ما استاتیک نت رو انتخاب کرده بودیم. پس یک بار نت برای ما توی این قسمت انجام میشه و نیازی نیست ما توی پالیسی هم اون رو فعال بکنیم. گزینه اوکی رو میزنیم. خب همونجور که مشاهده میکنید پالیسی ما اینجا ساخته شده و حالا ما میتونیم از طریق کلاینت اینترنتیمون که در اینجا قرار داره بررسی بکنیم ببینیم آیا میتونیم 155 رو ببینیم یا خیر. این کلاینت تست من هست. در اینجا من به شما نشون میدم که آی پی این کلاینت 25.25.25.139 هستش. حالا میخوام از طریق مرورگرش سامانه وب پشت فایروال خودم رو باز بکنم. کافی هستش که در قسمت آدرس آی پی ولید فایروالمون رو بزنید. خب همونجور که مشاهده میکنید من تونستم با موفقیت وب اپلیکیشن تست خودم رو ببینم و میتونم حتی بهش لاگین بکنم. همونجور که مشاهده میکنید من به راحتی تونستم که اون وب اپلیکیشن خودم رو بهش لاگین بکنم. حالا شما تونستید از طریق کانفیگایی که انجام دادید به کلاینت‌های اینترنتی دسترسی به وب اپلیکیشن داخلی سازمان خودتون رو بدید. امیدوارم این ویدیوی آموزشی برای شما مفید و کاربردی بوده باشه.